الان دارم میبرنش دادستانی. آره سعی میکنم بکشونمش دادگاه. بله آقا رشاد تو نگران نباش، خیالت راحت بابا، میندازمش بازداشت. نگران نباش عزیزم، خداحافظ. راهمی نترس خب. آقای دادستان آزادت میکنه، حالا میبینی. مواظب بچه‌م باش مقدس، مواظب بچه‌هام باش مقدس. راهمی این حرفا نزن، هنوز هیچی معلوم نیست مگه نه آقا عمر؟ بله از الان ناامید نشو. حتما باید بهش دستبند بزنن. همش تقصیر منه، نباید تنهات میذاشتم. اون وقت نمیتونستن همچین کاری بکنن. همه اینا حرفه. اگه تو جای راهمی بودی این کارو میکردی ها؟ به جایی که مثل احمق و سول بزنی دستتو بلند میکردی به فاطمه بس کن. شریف تو رو خدا جوابشو ندی. حد خودتو بدون. اینجا فقط تو نیستی که ناراحتی، میفهمی؟ بقیه‌رم ناراحت نکن. داداش ما هم میای. ببین چجوری نگاه میکنی. ای خدا جون، حالا من چیکار کنم با یه بچه تازه دنیا اومده؟ زود باشین بچه ها، شما با ماشین برین، من و مقدس خانومم با تاکسی میایم. احتیاجی نیست، اونا با من میان. خیلی خوب عجله کن مقدس. راهمی چی؟ راهمی رو سپردیم به آقا عمر، زود باش. گوش کن دختر، فقط مونده بود این بلا رو سرمون بیاری ها؟ همش به خاطر توه، به خاطر تو. این هم عاقبت لجبازیات، این هم عاقبت قیافه گرفتنات. هر بلایی بود سر بچه من اومد، میبینی؟ زود باش مقدس خانم، زود باش، بچه ها تو خونه. کاش شوهر تو رو اینطوری میبردن، اون وقت میفهمیدی چی میکشن. کاش اون لحظه شوهر تو پیشه، کاش میتونست این دفعه کاری واسط بکنه. بس دیگه. خیلی خوب بس دیگه. کریم، فاطمه گل، زودتر سوار شید. بریم مقدس خانم، ما رو انداختی توی باطلاق. بریم دیگه. تو چیا نگاه میکنی؟ بفرمایید. نیل جون بلا به دور باشه، خیلی ناراحت شدم. چرا؟ مگه خبر نداری؟ از چی خبر ندارم؟ اردوان یاشاران آوردن اینجا، دارن میبرنش اتاق عمل. چی شده؟ تصادف کرده؟ بهش حمله کردن. دکترها میگن خونریزیش جزئیه، ولی نمیدونم تو اتاق عمل با چی مواجه بشن. فکرای بد به دلت را نده. اردوان بچه قویه، اینم به خیر میگذرونه. مطمئن. خیلی میترسم پریهان، اگه چیزیش بشه من چی کار کنم؟ هیچی نمیشه، عملش هم خوب تموم میشه. اردوانم خیلی خیلی زود خوب میشه. اون همه چیه منه، پسر یکی دونمه. خدا خودشونو بهم ببخشه. ایشالله عزیزم، ایشالله. بردنش؟ دارن آمادش میکنن، الان میارنش. گفتم بهش حمله شده، چه اتفاقی افتاده؟ فاطمه گل و برادرشونو به دام انداختن. البته کل خانواده‌شون توی این ماجرا دست دارن. اصل کاری این دوتا بودن. ضربات سنگینی به سرش وارد شده، وضعش وخیمه. پریهان دارن میبرنش، دعا کن. اردوان پسرم، تو رو خدا منو تنها نذار. برگرد پیشم پسرم، خواهش میکنم برگرد. خیلی خوب زنم، آروم باش. خواهرت برای چی داد میزد؟
میگفت ولم کن ولم کن. خواهرم ترسیده بود، خیلی ترسیده بود. اینو میدونیم، فقط بگو چی میگفت. یادم نمیاد. میگفت کمک. اردوان یاشاران چی کارش میکرد؟ دیدی؟ اون کار خیلی بدی با خواهرم کرد. خیلی بد. خیلی اذیتش کرد. وقتی تو روستا بودیم. امروز چی کارش کرد؟ اونو بگو. خواهر تو زد؟ اذیتش کرد؟ مزاحمش شد؟ فقط دستشو گرفته بود. بهش میگفت گوش کن. بقیه‌شو دیگه نشیدم. عصبانی شدم. خیلی عصبانی شدم. دیوونه شدم. پریدم روش. تو بازجویی گفتی با یه چیزی زدیش؟ با بیل زدم. اونجا جارو هم بود ولی من با بیل زدم. تو سرش زدم. با این زدیش؟ آره با این زدم. هنوزم میلرزی. خیلی خوب، نفسهای عمیق بکش، خودتو نگه دار. اگه میخوای گریه کنی گریه کن. چشم بر نمیداره. کریم چیزی بهش نگو، اعصابم داغون تر میشه. فاطمه گل، تازه شنیدم، زود خودم رو رسوندم. از کجا شنیدی؟ از روزنامه زنگ زدن گفتن. به اونام پلیس بیمارستان زنگ زده خبر داده. الان همشون میفهم. نمیتونن خبری چاپ کنن، حکم ممنوعیت دارن. اون حکم مربوط به یه پرونده دیگه است. این موضوع فرق میکنه. خدایا این کابوس کی تموم میشه؟ فاطمه گل، میشه تعریف کنی چه جوری شد؟ میبخشی سینم، نمیخوام حرف بزنم، واقعا خیلی خستم. اومدن. برای چی دوباره دستبند میزنی؟ مجبوریم دستبند بزنیم خانم. چی شد؟ قرار منو ببرن بیمارستان. میبرنم بیمارستان. میخوان ببینن دیوونم یا نه. دادستان متوجه شرایط خاصش شد. دستور معاینه شدنش رو داد تا مشخص بشه صلاحیت مجازات شدن رو داره یا نه. بعدش تصمیم میگیره به دادگاه فرستاده بشه یا نه. اینطوری میخواین از زیر ماجرا فرار کنی؟ تو چرا تو هر کاری فضولی میکنی؟ بی خود تقلا میکنین. اون اعتراف کرده، گفته با میل و اراده خودم این کارو کردم. کریم زودتر بریم، این آدم حال منو به هم میزنه. هر کاری میخواین بکنین. نمیتونین از چنگ قانون فرار کنین. شما همون خبرنگاری هستین که فاطمه گل رو معروف کرد، درسته؟ روز بخیر.